پدری هنگام مرگ 3 وصیت به فرزندش کرد. اول آنکه اگر خواستی خانه را بفروشی ابتدا دستی به سر رویش بکش. دوم اگر خواستی قمار کنی با بزرگترین قمارباز شهر بازی کن. سوم اگه خواستی افیون بکشی با بزرگسال شروع کن. مدتی پس از مرگ پسر تصمیم به فروش خانه گرفت. طبق وصیت پدر آن را سر و سامان داد. پس از اتمام کار دید که خانه بسیار زیبا شده. از فروش منصرف شد. بعد خواست قمار کند. بزرگترین قمارباز شهر را یافت که در خرابه‌ای زندگی میکرد. علت را پرسید. او گفت همه داراییم را در قمار باختم. پسر به عمق نصیحت پدر پی برد. سپس خواست دود را شروع کند. با پدر یکی از دوستانش شروع کرد و اتفاقا معتاد قابلی هم شد و داستان آموزنده ما را ضایع کرد. من که هیچ بسیجی ها فهمیدن که تو داری میگی هیچ تو نظام به سر و سامون نمیرسه، آخرش ضایع تر از ضایع میشه. آیا دکتر از رئیسی شروع میکنه؟ یه سوال کوچیک بکن و در ما، چون بحثش اصلا جا نداره. طرف مادر بزرگشو برد سر خاک پدر بزرگ، 5 دقیقه نشستن، مادر بزرگی گفت دیگه پاشو بریم. اون زنده هم که بود حوصله کسی رو نداشت. آیا دکتر رئیسی مگه از 18 سالگی تو کار حکم اعدام اینا نبوده؟ آره چطور مگه؟ کی دکترا گرفته؟ از کدوم دانشگاه؟ چرا دانشگاهشو مخفی میکنن؟ بابا تو به دکترای کشکی بقیه چه کار داری؟ خودت دکترای کشکی میخوای؟ بگو برات بگیریم دیگه. نه آیه دکتر، الان تو این هیری بیری افشاگری مگه بیکارم واسه خودم 10 سر بخرم؟ شما هم یه فکری بکنین برای این دکتراتون. از من گفتن بود. فقط یه سوال دیگه، حالا که مدرک کشکی میدن چرا به جای دکترا یه آیت اللهی براش جور نمیکنن؟ این که مداخلش خیلی بیشتره. دکترای کشکی مدعی نداره، کدوم دکتری میاد یقه بگیره؟ ولی آیت اللهی کشکی رو تا بهش بدن باید جواب زبونای 2 متری تو حوزه رو بدن. هنوز از زیر آیت الله اعلام کردن خود مقام عظما کمر راست نکردی. اصلا چرا آوردیمش؟ قطعی بود مگه؟ چشم بسته قید گفتی؟ خب معلومه که قطعی بود. اگه داشتیم مگه اینطوری بودیم که بهترشو نیاریم؟ ای دکتر الان دیگه هر بسیجی هم میفهمه که عظما زوری براش نمونده که میره دنبال لولو خورخوره. چرا تو سخنرانه صحبت از اقتدار و اینا میکنه ولی تو کار که میاد اینطوری داد میزنه که کفتگیر خورده ته دیگای دکتر؟ اون مجبوره، ولی تو هم باید عقل داشته باشی بفهمی که بدبخت واسه چی مجبوره. گرفتی بالا تو هم. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن طرف با ماشین داشت پشت ماشین همسایه‌شو میرفت، همسایه راهنمای چپ زد یهو پیچید سمت راست، اینم با ماشین محکم کوبید بهش. بعد پیاده شد گفت عوضی آخه راهنمای چپ میزنی میپیچی سمت راست. همسایه هم گفت عوضی 7 جد آبادته، من راهنمای چپ میذارم ولی توی مشنگ شعورت نمیرسه که 30 سال خونه ما سمت راسته. آره دکتر این ول کنیم بریم سر این داستان استعفای ظریف که دیگه FATF نیستین که هی تمدید بشه. چرا این حاشیه‌اش تموم نمیشه؟ الان دوباره اون مشنگ معاون قاسم سلیمانی میگم صحبت کرده که ما بشار رو دعوت کرده بودیم، به روحانی هم گفته بودیم، اون به ظریف خبر نداده. خب مریضه که دوباره نفت میریزه رو آتیش. از این گذشته بعد از این همه جنگولک بازی ها دوباره همه میگن کلید دیپلماسی دست وزارت خارجه نیست. آیه دکتر این وسط فقط یه لغت محکم به خودمون زدیم برگشتیم دوباره سر همون نقطه‌ای که بودیم. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن یارو تراکتوریه رفیقش رو سوار کرده بود ببره شهر، تو راه دیده یه خورده کود ریخته رو زمین. تراکتوری اومد با رفیقش شوخی کنه، گفت اگه نصف این کودا رو بخوری تراکتور رو میدم به تو. طرفم خب به عشق تراکتور دار شدن رفت و خورد. رفتن شهر کارشونو کردن، تو برگشت تراکتوری خیلی دماغ بود که به خاطر یه شوخی تراکتور رو از دست داده. رفیقم دماغ بود چون میترسید ازش بپرسن که تراکتور رو چند خریدی، از کجا خریدی، چطور خریدی، مجبور بشه بگه چه کار کرده، آبروش میره. تراکتوری به رفیقش گفتش که اگه من اون نصف باقی مونده کودا رو بخورم تراکتور رو پس میدی؟ اونم و خدا خواسته گواره. اینم خورد و تراکتور رو پس گرفت. وقتی داشتم میرسیدم به ده
گفت میدونی چیه؟ صبح که از ده خارج میشدیم من صاحب تراکتور بودم، الانم صاحب تراکتورم. پس این وسط اون کود خوردن جفته ما دیگه چی بود؟ روشن شد یا بفرستم تو هم ادای استعفا در بیاری بعد پس بگیری بیای سر جای اولت؟ آیه دکتر از این بگذاریم. دوباره مجمع تشخیص مسئولیت گفته که بعد از عید بحث FATF رو میکنیم. خب چرا الان که تنور داغه نمیچسبونن؟ اون تنوری که داغه همونی نیست که اینا باید بهش بچسبونن. قربونت برم الهی. عضوای بدبخت هی میخواد از این ستون به اون ستون بپره، تو هم دوباره میزنیش بیخ دیوار که موضع بگیره. بیچاره چطوری به این بسیجی ها بگه که اون شیره که این همه مدت سرتون میمالیدم و پاک نکنین، بعد خودش بگه FATF رو امضا بکنین. خب نگه امضا کنین، بزنه زیرش، آتیش بزنه. اگه زورشو داشت که میکرد، الکی که نمیگن باطلاق. پس FATF نیست که ما رو سر میدونه، خودمون یه چیزیمون میشه. آره حکایت همون مشنگه است که میزد پشت سر خودش بعد برمیگشت میگفت کی بود زد. بالاخره FATF درده یا درمون آقای دکتر؟ به اسم درمون آوردنش ولی الان شده درد لااله. درمونه برای کسی که بتونه ازش استفاده بکنه، نه برای ما. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمونن که مشنگه با لباس تو رودخونه آبتنی میکرد. گفتن چه کار میکنی؟ گفت دارم لباسامو میشورم. گفتن شما که تو خونتون ماشین لباسشویی دارین؟ گفت آره، ولی هر وقت میرم توش سرم گیج میره. روشن شد یا بفرستم تو ماشین لباسشویی؟ از این هم بگذارم آقای دکتر، این فرمانده جنگ اقتصادی بالاخره با کیه؟ چی شده دوباره؟ تهیشو بگو دیگه. آخه حاجی روحانی میگه فرماندهی تقدیم مقام عظما، اونم میگه نه خیر، خدمت خودتون باشه. از کی تا حالا اینا اینقدر به هم تعارف تیکه پاره میکنن؟ گنده کاری اقتصادی عین گردن بد میمونه، هر کی بخواد بندازتش گردن اون یکی. این جوجه ها همه تعارفشون میگیره، به فرما میزنن واسه هم دیگه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن یارو تو بستر مرگ بود، هرچی دوا درمون کردن فایده نکرد. آخرش برگشت به زنش گفت برو اون کفشکتونیاتو پات کن، کوله پشتی رو بذار کنار دستت. زنه گفت چی شده؟ این آخر کاری عقل تو از دست دادی؟ گفت نه، میخوام وقتی اسرائیل اومد ببینه تو حاضر یراقتری شاید تو رو ببره. آقای دکتر این وصله ها به روحانی نمیچسبه، ایشون التزام قبلش به مقام عظما که جای شک نداره. آره اون جای خودش، ولی لنگ و دگرش هم جای خودش. احترامشو داره ها، ولی از مدل مشنگی. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن به مشنگی. گفتن پارسال روز مادر چه کار کردی؟ گفت هیچی، مادر رو بردم کو. گفتن آفرین، امسال میخوای چه کار کنی؟ گفت امسال میخوام برم بیارمش. آقای دکتر معذرت میخوام، من اصلا قصد دعوا کردن ندارم، اما این صفتی خوبی است که شما به مقام عظما میدین. آقا این بدبخت فلک بدره یه بار میبری کو، یه بار میبری این بدبخت